رسول خدا فرمود صلی الله علیه و سلم من دیدم که زن از موی اویزان است، مغز سرش می جوشد. پرسان کردم که این زن چیکار است؟ گفت مویش به نامحرمان نشان میداد. زن دیگر را دیدم که از زبان اویزان است، در داخل دهنش آب گرم و داغ را فرشتگان میریختند. پرسان کردم ای جبریل این چه زنی هست، چه کردن؟ گفت با زبان خود شوهر خود را اذیت میکند، با زبان خود شوهر خود را طعنه میزند، دشنام میدهد. این همان زن است که در دنیا شوهرش از دستش آرام نبود. گفت زن دیگر را دیدم که پاهایش به پیش سینه هایش بسته است و دستهایش بالای سرش بسته است. پرسان کردم این کدام زن است؟ گفت این زن است که زنا می کند و به شوهر خود خیانت کرده است.